سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند سر حال باشین. خدا کنه که در گوشه دنیا خوش و آرام و سر حال باشین. دوستای عزیز، فعلا آمدیم که یک برنامه جدید براتون بگیریم. متاسفانه که امروز سهیل جان آقای ما نیست، جای کار داشته پیش رفته. دیگه ما مرتضی جان و وهاب جان آمدیم و باغ بابر کابل خیلی از جای دیدنی و زیباست. دیگه وهاب جان مرتضی جان هم سلام علیکم، خدا با شما داره. باز گپ میزنیم. سلام علیکم دوستای عزیز، امید جور سلام باشه. هر گوشه دنیا که هستین سربلند سرفراز باشه. خیال دوستای سرفتون خیریتی و آرام است، خوب است. دوستای عزیز دیگه دسمالک در سر میبینین. این تا گپ از دوستای عزیز از ما میایم میره. تا کاوه که تام ریس شروع کرده بود دیگه با مو خاطر میایم ماشین کردیم. باز دیگه رفتنش کم شد بخیر، باز پاس میمونم دیگه بخشش باید دوستای عزیز فهمید دسمال در سر میبینین. سلام علیکم دوستان عزیز، امید جور صحت سلامت باشه. در گوشه دنیا کسی چی در افغانستان چی در خارج از افغانستان خوش و آرام باشه. چی در خود دوستان عزیز چی بخیر گذشتنده جور خسته. دوستای قسمی که میبینه وهاب جان و مرتضی جان هم پسند خود با شما کرد. دیگه ما سلو میخوایم که بریم بالا با طرف تپه. دیگه تپه باز از بالای تپه بیرون برتان میگیریم پایانم. انشاءالله که یک ویدیو جذابتر جالبتر بیاید که همه خوشتان بیاد. باغ بابر کابل هستیم. مرتضی جان چی یک هوا داره؟ والا یک مجموع بسیار از جای گفتیم قشنگ است، مقبول است. این سرسبزی از یک فکر که بسیار دیگه ارزش داره. هوای تازه داره. بعضی دوستان ما خواهش کرده بود که بره باغ بابر کابل یک ویدیو برنامه بگیرید. به خاطر این دوستای ما آمدیم که علاقمند برنامه ما هستند. دوستان برنامه ما را همیشه وقت دنبال کنید، لایک شیر سابسکرایب هیچ وقت یادتان نره. ما با حمایت شما نیاز داریم، ما را حمایت کنید. حالا فعلا یک چند دقیقه بتونیم اینجا با شما گپ بزنیم، باز باقیش با در بالا برنامه شما هستیم. بیننده برنامه ما باشید. خوش آمدید به ادامه برنامه ما. ما آمدیم بالا، آمدیم به جای دیدنی شخص دیدیم. بسیار خوش آمد. والا ما رو موافقت بار حال امید که آمده بودم. دیگه ما را خوش آمد. واقعا بسیار مقبول، جای زیبا، سرسبز. دیگه
خب چی حال داری دیگه؟ چی گفت؟ شکر خدا که مجان بخیر بهش فهمید چطور که مرتضی جان همی تو مایده سلو سلو مای پان میریم خب بریم مجان بریم پایین بریم میریم تو سلو گپ هم بزنه که تو ما خسته کن میشه برنامه جان بخیر رقم ما هم که میبینیم که مثلا رقم لبریش با فامیلی خوش شد رقم خانه تازه شد دیگه کامت هوای تازه کردی خب دیگه چیز نه یک چیز نه کاش که یک فرچ چیزا می آوردیم رقم دیگه کاسه میکردیم خواهی هم باشه چون سالجان نبود سالجان نبود به خاطر از او دیگه چیزی ناوردیم قدمه سالجان هم باشه اگر چون دیگه کاسه فرچ چیزا گرفته یک روز دیگه میاییم صحیح دیگه بازو چون یک مجلس میکنه حالا خب تو برنامه گرفتن برنامه برشون دوستا بگیریم انشالله که خوشتان بید دوستا بسیار زیاد میبخشید پیشترک مرتضی جان زنگ آمد دفتن کامرا قطع شد دیگه شاید بگه که چرا قطع کردی به خاطر که چیز نشد دیگه صدای زنگ تلفن منه ریکارد میکنه صدای چیزه صدای زنگ ریکارد میکنه به خاطر قطع کرد دوست عزیز دیگه بخشش باشه لگه که مرتضی جانم دستمالش شمال میزنه کلیجی پونه میشه که والا جنجال از آقا لازم خاطر فهم زیاد دلم نارام از بگیری نمانم فهم شمال بزنش هرچی بالا میکنیش مرتضی جان علاقه منده تا دلگیر نمیشه سر کل باشه مشکل نیست که بیخی مای شنبه تو مردم خوشحال میشه آها جان تو ریتی تر ایدار که ریت کلی وارد دا پشت چیز بود کرده بود کرده خدا خطر دیگه باشه در خیر و چی نه گپ نیست دلم آرام نمیگیره فهمی رقم دیگه ما چون در زندگی این سومین بار است که مثلا ماشین کردیم دیگه به من خود رقمی که برام سخت از کسی مرا ببینه حالا چرا سخت بود مرتضی جان خب مشکل داشت به خاطر مشکل مردم مار کار میکنه خب تو خاطر نیست که تو بگیری چرا کلم کلا سوال در برنامه نرم که سرم کلا دوستای خوب یاد آمد مرتضی جان در خانه میگم بخیر برین که برنامه صاحب کنه میگه او من نمیرم ما سرم کل کردیم حالا بچه سر تا کل که خاطر مردم از پشت کامرا خود چی میگن نمیخوره که تو بگی که سرم کل است من نمیرم فقط که میخوری نه یک مجان نمیخوره خب سعی که تو میگه شما سعی که کار داریم یک کار نداره حالا خیر است خب تو مشکل داشتی میاد ریز شک داشت به خاطر میره دوستای به خدا اگر بسیار کم میره یعنی اصلاش نمیبود میموند مگر دیدیم زیاد میره هر روز که میخواستیم سر اومد میشتم بسیار میره دیگه من خاطر مجبور شدم که من سرم ماشین کنم مجان خودم قصبان والا میره وقت به خدا تو ماشین کو نه والا من ماشین اشتباه میکنم هر روز سرم میشم میره وقت والا خیر است که رفت دیگه چی گپ است خصوصی دوستی درخت انار است خب نه گل کرده و نه بعدش انار هم گرفته خیلی انار خوبش است میبینی دیگه مت میخوایم که پایان بریم مرتضی جان هر چیز بوی میکنه ناک است چهارمغز است چهارمغز است جان خوب است دوستان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدید دیگه ما مرتضی جان و وهاب جان پایان آمدیم در قاط درخت های زردالو شدیم خیلی زردالوکاشون پخته شده خوب شده یک چند تا خوردیم خدا کن دل درد نشد دیگه یک مجال خواهیم بلند هستن زیاد خواهیم چند تاش گیدم پایین که شما گرفتیش دیگه هرچی بلند هستن نگویش دیگه اشا فکر کنم کسایی که پیش از ما آمده بودن ما خوردیم جان شک مجال میگه پنیست هر کس که آمد اینجا باغ آبی از دولتی از آزاد است هر کس هر رقم بخیر میتونه کنه آزاد وهاب جان تو زردالو نخوردی حالا اگه تو گرفته یک جلو وقت اومد در بلند داد بخیر اگه تو گرفتیم که باشی را بوشه اومد رفتش کامل نفهمت تو خود یک جلو حالا باید بوشه تو بریز ما اگر زرد است فهمیدی تو در کامل خوش معلوم نشه امسال زرد است شاید بگویی که دروغ میفتن اینجوری که ثبوت هم گرفته بود مثل وهاب جان که باش گپ ما دروغ نپره من یک شما مرتضی جان حتمیش گرفت دو تا گرفت و دو نفر تقسیم کردن دیگه کار خوبی کردی خب وهاب جان اینا خاطر جالب تقصیر کردی تی خاطر جالب برتان میگم بگو دیگه حالا دوستای عزیز دیگه ما
خاطر جالب این هست که از طرف دکان آمده بودم، شبم بود دیگه، که دوستا مسیج نکردم، در راه رفتار بودم. یک بار سرم در تلفن پایین بود دیگه، یک جوی پیشرین بود راه نیده بود جوی. یک بار پای در جوی رفت تو خدا با وقتی تلفن آمد دست رفتید دیگه، باز از او عبرت گرفتیم دیگه، توبه که در طرف شو دیگه طرف تلفن سعی کنم دیگه. از اون روز دیگه شو دیگه مسیج دیتون نگم در راه. دیدی دوستان خاطره جالب بشه، واقعا جالب بود، خاطرش خنده‌آور نبود، جالب بود، چون این رقم حادثه سر خیلی نفرها شده پیش آمده سر کلگی دیگه. یک شب ما قد اخبارزاده این بودم، متاسفانه ما مثل وهاب جان بله دوستان دیگه چیز پیدا نمیشد دیگه غیر از این بولانی و دوغ، همه چیزها را گرفتیم. انشالله که نوی در برنامه شما بولانی و چپس چیزها میخوری دیگه. چی میگه در باغ دیگه چیز پیدا نمیشد، اگه نه میگرفتیم چیز دیگه. خدا کنه خوشتان بیای. آخر میگیریم تا برآمدن بیرون، اون را میگیریم با آخر برنامه برتان دوستانی به نشر میرسانیم. دوستان عزیز از طرف ما خداحافظ، انشالله که دوستان دیگه ما خداحافظی خواهد داره. دوستان پیش از اینکه خداحافظی کنم فقط همه به شما میگم دوستان هر مشکلی که ما داشتیم میتونیم برام یک مسیج کنیم، خواهیم برام مشکل ما رو بگوین که چون به خود معلوم نمیشه، شما کمک کنیم برام بگوین. اصلا ممنون میشیم دوستان عزیز دیگه. بالله یک تماس برام خداحافظ. وهاب جان دوستان عزیز خداحافظتان، الله نگهدارتان باشه دیگه، خوش خندان باشه. خوش خندان سربلند باشین، لایک شیر سابسکرایب یادتان نره.